حالا چرا تبلیغ میکنیم؟ دلیلش خیلی ساده است. اگه کسی ما رو نشناسه چطور میتونه از خدمات ما استفاده بکنه؟ ما هم مثل هر بیزنس دیگه ای برای اینکه مخاطبمون رو پیدا بکنیم نیاز به تبلیغات داریم. فرقی نمیکنه رستوران داشته باشی، فروشگاه لباس داشته باشی، آرایشگاه داشته باشی یا هر کسب و کار دیگه. بعد بدونی که تبلیغات یه بخش جدا نشدنی توی این بیزنسه. برندهای بزرگی مثل اپل، سامسونگ، کوکاکولا که همه جای دنیا شناخته شدن هنوز همه ساله میلیاردها دلار برای تبلیغاتشون خرج میکنن که چی؟ که توی ذهنها بمونه، رشد بکنن. پس این که ما برای آموزشگاهمون تبلیغ میکنیم کاملا طبیعی و منطقیه. از اونجا که بیزنس ما آنلاینه و محدود به شهر و کشورهای خاصی نیست، طبیعیه که تبلیغاتمون هم جهانیه و ما تبلیغاتمون رو برای افراد خاصی که با ویژگی‌هایی که مثل خودمون هست تعیین می‌کنیم، در جایی که از دنیا که هدفمونه اجرا می‌کنیم. هدف ما چیه؟ اینه که آدم‌هایی که دنبال یه تغییر واقعی توی زندگیشون هستن از هر جای دنیا ما رو پیدا کنن، بشناسن و به ما اعتماد کنن. اگر دوست داری که بیشتر در مورد بیزنس ما بدونی، اسم و ایمیلت رو یا به من PM بده تا من بتونم راهنماییت کنم. من مریم هستم.